سلام عزیزای دلم. امروز با هم یه غذای شمالی خوشمزه درست میکنیم به اسم واویشکا بادمجون. هم ساده است، هم سریع، هم حسابی خوش‌طعم. اول از همه میریم سراغ بادمجونا. پوستشون رو میگیریم و نگینی خورد میکنیم. روشون نمک میپاشیم و میذاریم نیم ساعت بمونه تا تلخیش در بیاد. بعد با فشار دست آب تلخیش رو میگیریم و کنار میذاریم. حالا بریم سراغ گوجه فرنگی‌ها. اونا رو هم نگینی خورد میکنیم و کنار میذاریم. حالا نوبت پیازه. نگینیش میکنیم، یه کوچولو سیرم بهش اضافه میکنیم و میریزیم توی تابه. با یکم روغن حسابی تفتش میدیم تا طلایی بشن. وقتی پیاز و سیر خوب سبک شدن، نوبت ادویه هاست که توی کپشن براتون نوشتم. همیشه عطر غذا به ادویه‌شه. ادویه ها رو که اضافه کردیم میریم سراغ بادمجونایی که تلخیش رو گرفتیم و اونا رو هم اضافه میکنیم. خوب تفتشون میدیم تا حسابی سرخ و خوش رنگ بشن. حالا نوبت گوجه فرنگی هست. میریزیم روش یه کوچولو که گوجه ها خودشون رو گرفتن و سرخ شدن. حالا وقتشه که تخم مرغ رو بشکنیم روش. هم میزنیم و ادامه میدیم تا کامل ببنده. در آخر یه کوچولو نعنا خشک میریزیم روش. به به، غذای خوشمزمون حاضره. اگر درست کردین حتما عکساشو برام بفرستین و مثل همیشه یادتون نره با عشق بپز با دل بخور.